أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فتبعت يا ربي هداك. فتبعت يا ربي هداك. أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني. أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني. وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يداك. وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يداك. يا من قلبي من دعاك. أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فتبعت يا ربي هداك. فتبعت يا ربي هداك. بهداك ربي أنعم ومن المتاعب يسلم. بهداك ربي أنعم ومن المتاعب يسلم. وقتی که صحبت می شود عرض ادب هم از سکوت همه با ادب خاصتا جوانان گوش بدیم. این نشانه محبت و نشانه قدر کردن عالم و علما و دین می باشه برای ما و شما. از همه جوانان خواهش می‌کنم وقتی صحبت شروع میشه دیگه همه خاموش باشن. پیش از صحبت تلفن رو همه خاموش کنید. خوب است که ثبت کنید. خاموش کنید، ثبت کنید. آواز نبره. چند لحظه که هستن غنیمت هستن استفاده دارید. قلبمان روحمان آرام گیرد. ابتدای صحبت ابتدای مقطع با قرآن و چند نعت یا چند حمد خدا و پیامبر شروع میشه. بعد صحبت دعوت حضرت میتیم تا محفل ما را باز هم نورانی تر میگردد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
انتظارت میبرم تا تو رو به محراب آوری. شدم مستی لقای تو، همه یادم برای تو، زبانم در ثنای تو، کجایی یا رسول الله؟ زبانم در ثنای تو، کجایی یا رسول الله؟ شدم مستی لقای تو، همه یادم برای تو، زبانم در ثنای تو، کجایی یا رسول الله؟ زبانم در ثنای تو، کجایی یا رسول الله؟ کجایی یا رسول الله؟ کجایی یا رسول الله؟ کجایی یا رسول الله؟ بیارم در عصای تو، کنم هر دم ندای تو، بیارم در عصای تو، کنم هر دم ندای تو، که این محفل برای تو، کجایی یا رسول الله؟ که این محفل برای تو، کجایی یا رسول الله؟ کجایی یا رسول الله؟ کجایی یا رسول الله؟ کجایی یا رسول الله؟ برار از روز سربیدم بهاری امت سرور، برار از روز سربیدم بهاری امت سرور،
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و گرامی، عبارت از قول کلام همه شما را و خانواده های شما را به این ماهی با فیض، با این ماهی خیر، این ماهی که به گفت عزیزان خدا اگر با طلوع آفتاب دنیا اگر روشن شود، با طلوع محمد صلی الله علیه و سلم همه پرده های ظلمت دریده شد و از بین رفت. شما را تبریک و تهنیت میگویم و از الله مهربان خواهان او میشوم که الله در قلب‌های همه ما و شما محبت این حبیبش را جای تیاد و ما از جمله امتان حقیقی این حبیب خدا باشیم و از الله مهربان خواهان او میشویم که الله مهربان آن نیت‌ها و آن مقصودهایی که در این قلب‌های ما هست که این حضور ما و این جمعیت ما چنان محفیل هست که حضور ملائکه های رحمت اینجا هست. الله همه مقصودهای نیک ما را هم حاصل گرداند و تمام آن برادرانی که برای جمع آمد این محفل، برای دعوت کردن این نماینده های دین سعی کردند، کوشش کردند، محبت کردند، خدای مهربان با مقصودهای نیکشون موفق کردند. برادران عزیز و گرامی، میخواستم با شما کمی صحبتی داشته باشم، کمی از برتری محمد صلی الله علیه و سلم و از این فرقیتی که بین محمد صلی الله علیه و سلم و باقی انبیاء هست و همچنان پیش از آنی که این صحبت با شما داشته باشم از خداوند خواهان او میشوم که بعض محدودیت هایی که امروز در موعظه ها و در حضور بنده های خدا در مسجد ها و برای گرفتن تعلیم دینی در ما وجود دارد، خداوند با توفیق این ماه مبارکش این محدودیت ها را از بین دور بردارد. خدای مهربان در دل همه این کلانا و رهبرای ما انصاف و توفیق جای تیاد تا فرزندای ما از قرآن در کنار نمانند، فرزندای ما قرآن خوان باشد، فرزندای ما شریعتشان دوست دارد و پیرو این راه حق و راه درست باشد. از خداوند همیشه خواهد. برادران عزیز و گرامی، اصلا این خواهشاتی که و این دعایی که ما میکنیم این نه تنها برای بنده های خدا، حتی برای کسانی که دلهای سختی دارن ولی از بعض کارهایی که نسبت دین چاره ها میجویند درک ندارند، ما برای دلهای اونها را الله مهربان ملایم و نرم نگفتند دعا میکنیم که این خوشبختی خود اونهاست، هم برای دنیاشان هم برای آخرتشان. حضرت مولوی جنون خدا رحمت کنه چه نصیحتی زیبایی دارد این عزیز خدا، میگد کن حلقه دل و جان گوش پند و خیرت، هرگاه که پند و خیرت شد، هرگاه پند و نصیحت شد، این در برای قلب خودت یک حلقه بگردان، کن حلقه دل و جان و گوش پند و خیرت، در صحبت واعظان چو دیوار مشو. هیچ وقت
پیش راه داعیان نگیرید، زیرا که بودن اینها، دعوت اینها برای مردم مثل آب و هوا ضرور است. اگر شما خواهیم برشته نظمی این دوست خدا اگر اهمیتی میگن همچنان چون تن ما زیده به آب است و هوا، همین وجود ما، همین سرمایه عمر و حیات ما میگن به آب و به هوا. بازی برادرای عزیز، اگر کسلراد ما و شما را محکم کنن، نفس ما و شما کشیدن نتانیم، آبهای ما را اگر خداوند خشک سازد به آب مانیم، یک زمان پس ما نابود میشیم. زیرا که این سرمایه عمر، این سرمایه حیاتی ما همچنان چون تن ما زنده به آب است و هوا، سخنی خوب دل مردم را همان آب و هواست. عزیزای خدا میگن این پند و نصیحت از آب و از هوا هم برای بنده های خدا ضروره. زیرا اگر به قرآن مراجعت کنیم، دنیا را الله زیبا میداند، بنده هاش خدا زیباتر میداند، نظام دنیا را پروردگار بهتر میداند که باید در این حیات برادران عزیز الله مهربان خبر میدهد که باید در این سرزمین، باید در این دیه ها، باید در این شهرها کسایی باشد خداوند میگه که مردم دعوتی به سوی حق، دعوتی به سوی قرآن، دعوتی به سوی اطاعت و عبادت خدا کنند. و الله مهربان میگه من این دعوتگرها را بشارت چی است؟ اولئک هم المفلحون. خدا میگه اینها را من نجات دادگیم، اینها اهل نجاتند، اینها خواهد شونده روز قیامت نیستند. ببینید، به این خاطر این بشارت است، این تحفه است، این هدیه است که داعی ها همه سختی را به گردن میگیرند ولی از دعوتشان میگردند. زیرا این بشارت پروردگار فقط الله داده میتواند، هیچ کس نجات داده نمیتواند. خدا میگوید من تو را در روز قیامت خواهد شدن نمیمانم، من تو را از نظر رحمت دور نمیمانم. تو از جمله کسانی نیستی که من به تو سخن نگویم، تو از جمله کسانی نیستی که من در روز قیامت به تو توجه نداشته باشم. از این خاطر بود که حضرت لقمان هم بچهش برای لقمان هم شیرینه. برادر عزیز، ولی بعضی ما و شما خداوند عمرتان زیاد، خدا توفیقاتان باز هم قوی‌تر کنه، فرزندانتان بعضی وقت شاید که ترس یا شاید هراس فراتان بگیرد که حتی به نماز دعوتشان کنید. یکی بچه‌م در یگان گپ نرسد، یکی بچه‌م مبتلا یگان سختی نشود، یا بعضی ها من آنقدر مقصد شاید که برادرای عزیز غیرتی نداشته باشیم که حتی دختر منو بگیم ریمان انداز، یکی با برای سطرش رنجور نشود. لیکن حضرت لقمان بچه‌ش هم برای شیرین بود. برادر عزیز، او بچه لقمان بچه زاغ نبود، بچه آدم بود. گفت یا بنیه، فرزندی من، این قرآن حکایت میکنم، فرزندی من اقیم الصلاة، بچه هم پایبند نماز باش. اولین آن چیزی را که برای فرزند خود میگوید این چی است؟ بچه هم اهل نماز باش. اگر ما خوب میشد که مثل لقمان پدر میشدیم، بچه هم اهل نماز باش. شما هم مسئولین برادران عزیز که فرزنداتان به اهل نماز بودن دعوت کنید. و این بسیار یک
مسئولیتی هست که بزیمه پدر و مادر هست. خدا در قرآن انما اموالکم و اولادکم فتنه میگه. ما مال دادیم به شما یا ما به شما فرزند دادیم تا شما را به این دو آزمایش کنیم. فتنه به معنای آزمایش داره. خدا میگه من برای تو این بهترین نعمت فرزنده دادم، من در راست فرزندت آزمایش میکنم. یعنی تو فرزندداری را توانستی یا نه؟ شما میدانید برادر عزیز که همین فرزندایی که ما همین دنیاشون رو میخوریم و همین آخرتشون ندید، همین فرزندا در روز قیامت از همین یاقه ما و شما میدارند. این کتاب خدا میگه، این شریعت نبوی میگه که از یاقه تو میدارد و بسوی تو سیاست میکند که این قیامت بوده است، اینجا مورد حساب و حساب بوده است، چرا مرا آگاه نکرد؟ ببین برادران عزیز، اگر ما خواهیم که دست اینها از یاقه ما کنده باشند، ما در دنیا اینها را دعوتی به نماز میکنیم. خواه بچم است، خواه دخترم است، خواه نبیرم است، هر کدام این را نوازش کرده و با سخن خوب و نرم او را من اهل نماز کردم و لازم. من خانه قبر روان برادر عزیز، اگر فقط از این اعمال خودم پرسند، من با کسی اونها چکه نمیشم، هیچ دل من سیاه هم نمیکنم و وقت من ناخوش هم نمیکنم. ولی افسوس که خانه قبر تنها برای اعمال خود انسان نیست، بلکه اونجا از این نعمتهای دادگیش پروردگار میپرسند. زین خاطر برادران عزیز، اکنون من نمیگویم که شما فرزندای شما اهل نماز نیست، ولی برای شما گوشزد میکنم که برای پروردگار مهربان آن نصیحتی که لقمان به فرزندش کرد خوشش آمد و این لقمان 7-8 هزار سال پیش گذشتگی آدم ای از خود دید دورای حضرت اسماعیل پیغمبره، ولی نصیحتش که خوش آمد پروردگار برای پیروای قرآن خبر داد که ای مردمی پیروای قرآن گوش کنین نصیحتی را که لقمان به فرزندش کرد. ما خاطری این چیز نداریم، ما خاطری فقط خدا رو دیدیم، فقط به خاطر خدا بچه من دعوت میکنم، به خاطر خدا نبیرم دعوت میکنم که بچه من قوت و شکنجه خانه قبر ندارم. من نمیخوام که به خاطر تو موردی خاری و زاری در خانه قبر قرار بگیرم. بچه من این خاندان ما خاندان مردم مسلمانه، برای همین تو باید اهل نماز باشی، تو باید پروردگار را بشناسی. برادر عزیز، اگر همین فرزندای ما و شما اهل نماز باشند، بچه‌های ما پایبند 5 وقت نماز باشند، شما میدانید که چقدر همین نماز فرزندای شما را تربیه میکنه. این الله مهربان در قرآن میگه عن الفحشاء والمنکر، خدا میگه همین نماز است که اونها را از فحشا و از منکر منع میکنه. شما ببینید از تمام آن بی ترتیبی، از همه اون خصلت‌های رذیله، از همه اون دامن‌های ناپاک آلوده، فرزندای شما را نماز دور می‌گرداند. و از همه بالا همین که برادران عزیز که آخه ما پدرها و مادرها مورد احترام قرار میگیریم. پس در دوامش حضرت لقمان چی بود؟ وأمر بالمعروف و نهی عن المنکر. بچه اکشر بود بچه نمازات بخوان، بچه من که باشی امر به معروف و نهی از منکر دائم وظیفه جانب تو
که ترغیبات و تشویقات برای دین بسیار مهم و لازمه. در دین بسیار مهم و لازمه. همیشه باید گوشهای شما گوش کننده امر به معروف و نهی از منکر باشد. شما دائم گوش کنید. مبادای برادرای عزیز یکی جهلتان بیاید، یکی نادانیتان بیاید، یکی بفهمیتان بیاید و شما گویید که این بیزار شده، قسم به بزرگی خدا تجدید ایمان کن. خدا فرض کنه یکی مبادای این در ذهن شما، در قلب شما نگذرد که از امر به معروف و نهی از منکر بیزار شده، یا نشود که گوید چی در کار است همین. برادرای عزیز، این قسم به بزرگی خدای مهربان میگه در کار است، میگه در کار نیست. پیغمبر نازنین ما میگه در کار است، لازم است، تو میگه در کار نیست. پس قیاس کن. از این خاطر حبیب خدا را بینید قسم میخورد، قسم والذی نفسی بیده، قسم بر آن خدایی که محمد هستی و نیستیش باید قدرت اوست. لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنکر. این تأکید و تأکید. کوشش کنین امر به معروف نهی از منکر همیشه در بین شما باشد. کوشش کنین، سعی کنین و برای این هر امکاناتی که دارید استفاده کنید. میگن این پیغمبر نازنین ما میگوید در دوامش او لیوشکن الله ان یبعث علیکم عقابا منه. زیرا پیغمبر خدا میگه برای چی من این قدر شما را تاکید دارم؟ زیرا اگر شما از امر به معروف و نهی از منکر دور مانده، شما اگر به شرطی که این امر به معروف و نهی از منکر در خانه های خودتان راه ندادین، زود است که پروردگار در بالای شما عذاب میارد. برادر عزیز، این سخن من نیست. اگر عقلگرایی من باشد یا اگر گوییم که از دانش من باشد تو حقی رد کردنش داری، ولی این سخن پیغمبر ما هست. همون پیغمبری که ببینید شما برای محبت او وقتی میگن در یک مسجد مولود است، شما از کیم کدام جای قدم زده به خاطر نام او، به خاطر ثواب گیرون گفتم بیاید سخن انا همون پیغمبر نازنین که از خواب نشدن این خداوند در بالای شما عذاب میارد. ثم تدعونه، بعد میگه بنده را کارش میاد وقتی که سختی را که مبتلا شد بعد جمع میشود بیاید دعا کنیم که خدا همین عذابش بگیرد. فلا یستجاب لکم. پیغمبر گفت بعد از آن دعا کن دیگر قبول نمیشه. همه این به خاطر آن که شما پند و نصیحت ندارید، شما امر به معروف ندارید. برادران عزیز و گرامی، فتح موسیقی میگه انسان اگر 3 روز چیزی از خوراک اگر نخورد هلاک نمیشود، ولی اگر 3 روز به گوش کردن امر به معروف و نهی از منکر ماند، هر آینه قلبش هلاک میشود. قلباتون که هلاک شد برادر عزیز، انا همین بیهوده گفتن، بد گفتن، مثال گویم کفر گفتن، همش در زبان شما پیدا شدن میگرد. زیرا که قلبهای شما هلاک شده. زیرا این قلب برادر این مرکز است. پیامبر گرامی گفتند که در وجود شما گوشتپاره هست که هرگاه به صلاحیت بیاد و صلاحیت میاد کل بدن، هرگاه فاسد شود فاسد میشود کل بدن. آگاه باشید باید قلب است گفتن. همین قلب که اگر پاک باشد، قلب که اگر بی آلایش باشد، انسان انشاءالله دائم راستا هست، دائم انشاءالله استوار است. همین که قلب که هلاک شد بعد همه بدبختی اکثر بنده سر زدن نکرد.
حضرت موسی علیه السلام میگه وقتی که با پروردگارش مناجات کرد و گفت ای الله مهربان، با آن کسانی که امر به معروف و نهی از منکر میکنند تو با آنها چی جزا میدی؟ ما جزاء من امر بالمعروف و نهی عن المنکر، چی جزاش میدی؟ چی مکافاتش میدی؟ خداوند چی گفت؟ گفت اول اینکه در هر یک کلمه که اونها به گوش مردم میرسانند 1 ساله عبادت مینویسید. دوم واستحییت ان اعذبه فی النار، دوم شرم میدارم که این داعی ها را مورد عذاب خود قرار دهم، شرم میدارم. همه این به خاطر امر به معروف و نهی از منکر برادر عزیز. برای همین من در ابتدا برای شما اینا گوشزد کردم که برادر این چیزی بیگانه برای شما نیست. این نزدیکترین عبادتی هست که باید شما هیچ وقت باید از خانه هاتان از خودتان دور نگه ندارید. سعی کنید که حتی کوشش کنید برادر عزیز. شاید آن چیزی را که من به شما بیان میکنم شاید بعضی ها اینا گفته هم نتونن، شاید بیان هم نکنن، شاید جانشون احتیاط کنن، خودشون احتیاط کنن، ولی میلش ما اگر خودمان هم احتیاط کنیم ولی بیشتر میخواهیم که دین ما احتیاط کنیم، میخواهیم شریعت ما احتیاط کنیم. زیرا از مادر ما که خاکی پایم عزیزای خدا رو میشیم. چی عزیزای خدای بودن که دینشان را دفاع میکردن، شریعتشان را دفاع میکردن، به خاطر دین هر چی که به سرشان هم که میآمد همه اونها را لبیک گفته قبول میکردن. برای همین مقصد ما هم اینه که امر به معروف باید سبب ریشه‌کن کردن فسق و فساد شود. در عوض آن فسق و فسادی که در ما وجود دارد امر به معروف سبب ریشه‌کن شود، سبب نابود کردن آنها شود. خدا در قرآن میگه والذین هم عن اللغو معرضون، کی را میگه؟ مؤمن ها را میگه همان مؤمن در پیش پروردگار نجات می‌یابد که عن اللغو معرضون، هر وقتایی که چیزی بیهوده و باطل و گوییم که لغو گفته می شود این پشت گرداند و در اون محفل اشتراک نکنه، این مؤمن نجات یافت. برای چی شیخ سعدی میگه زبان آمده از بحر شکر و سپاس. خدا این زبانی که به تو داد میگه این را به خاطر آن داد که تو را شکر و سپاس بگویی، تو را شکر گزاری کنی، تو به قدر نعمتهای پروردگار همیشه با این زبان تکرار کنی. زبان آمده از بحر شکر و سپاس، به غیبت نگرداندش حق شناس. گذرگاه قرآن و پند است و گوش، با بهتان و باطل شنیدن نکوش. حالا میگن میدانید که این گذرگاهی باطل را گوش کردن نیست، این گذرگاه قرآن و پند است و گوش. این خدا به این خاطر بود است. برادرای عزیز، آیا گوش‌هایی را که اگر شما وقتی طاقت گوش کردن سخن خدا ندارد، یقین دانید که گوش شما مریضه، مریض غفلت دارد. خدا میگه کدام بنده را دوست دارم گوشی گوش کنندش میتونم، کدام بنده را دوست دارم هیچ وقت پای او در راه نادرست و راه باطل قدم نمیزند. کدام دستی را توفیق دادم از حرام خدا همیشه پرهیز میکنم، کدام چشمی را توفیق دادم حرام خدا را نگاه نمیکنم. اگر همین اعضاهای شما همین امرها را اجرا کرد، شما یقین دارید که خدا در هر یک اعضای شما توفیق داده است.
پس ما از این از بحر یک اندک یک قطره من به گوش شما رساندم که برادران عزیز و گرامی، بگذار ما از جمله آن امتان نباشیم که حضرت حذیفه یمانی گفت که زمان میاد بر بالای امت محمد صلی الله علیه و سلم. چه زمان؟ یکون فیهم جیفة حمار احب الیه من مؤمن یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر. خدا پرده کنه. زمان میاد بر بالای این امت مرحومه، این بهترین امت خدا خواندش، بر بالای این بهترین امت زمان میاد که برای اینها گوش کردن صدای بی‌معنی، اشتراک کردن در محفل‌های فسق و فساد محبوب‌تر است از این که یک نفر که سخن خدا و رسول الله برساند و یک گوش کند. اگر گویند اینجا امر به معروف است، اینا میشه یک شلوغ بالاترک فلانی آمده است، بی‌نهایت مقصد بعضا در هوا میگم مردم سعی به اوسو میکنن، نه به اینجا. همیشه زمان بود بر بالای امت این مرحومه و این امت بهترین که زمان ها میاد. خدا کنه برادرای عزیز، ما و شما، ما همیشه هر چیزی که میگیم به خاطر چی میگیم؟ به خاطر اخلاق حمیده ما بهتر شد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که وقتی که من به دروازه جنت نگاه کردم 3 سطر دیدم، 3 جمله نویسنده بود. میگه با خطهای طلایی نویسنده بود. ثلاثه اسطور، 3 تا خطی بود. میگه در بالای در جنت. یکم میگه بری بالا نویسندگی بود لا اله الا الله محمد رسول الله. دویم خطی که میگه زیرش خواندم این بود ما قدمنا وجدنا و ما اکلنا ربحنا و ما خلفنا حسرنا. سوم خطی که دیدیم امت مذنبه و رب غفور. برادران عزیز و گرامی، چی بود اینها؟ یکم لا اله الا الله محمد رسول الله. البته یکتایی پروردگار ما، یگانگی پروردگار ما، بی‌مثل و بی‌مانند بودن پروردگار ما و محمد صلی الله علیه و سلم رسول اوست، فرستاده اوست. دوم نویسنده بود ما قدمنا وجدنا، هر چیزی را که پیشکی روان کردیم او را دریافتیم. و ما اکلنا ربحنا، آن چیزی را که در دنیا خوردیم راحت شدیدیم. و ما خلفنا حسرنا، و آن چیزی را که باقی گذاشتیم برای اونها حسرتی شد. سوم خطی که خواند میگه نویسنده بود چی بود؟ امت محمد صلی الله علیه و سلم امت گناهگار ولی پروردگار بخشنده دارد. برادرای عزیز، این مرتبه امت محمد صلی الله علیه و سلم. حتی پیغمبر خدا هم گفت است شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، یعنی شفاعت من نه تنها برای امتای بی خطا و امتای گویم ثوابکار من، بلکه برای امتانی که در دنیا اشتباه کردند، کمبود کردند، غلط کردند، شفاعت من شامل حال اونها هم میشود. الحمدلله رب العالمین. قسم به بزرگی خدا، ما باید شکرگزاری پروردگار کنیم که ما را الله مهربان اولا بنده خودش گردانید، ما را به ذات خودش شناس کرد. ما فهمیدیم که پیدا کننده ما الله است، رازق ما الله است. و بعدا سپاسگزار باشید که ما را چنان امت گردانید که خودش پروردگار در قرآن
کنتم خیر امتیشان، بهترین امت در بین پیغمبران امت محمد صلی الله علیه و سلم است. حبیب خدا میگه پروردگارتان دوست داره، زیرا وی عطا کننده همه نعمت هاست. در ترمذی میگذرد، اکنون من لفظ حدیث نگویم. و مرا دوست داره، سفارش ما میکنند، مرا دوست داره زیرا که مرا خدا دوست می‌دارد. برادران عزیز و گرامی، شما میدانید که دوست داشتن پیغمبر خدا برای شما چقدر خیر میارد، چقدر نیکی میارد. پیامبر ما برادران عزیز و گرامی، من به شما کمی او را شناس کنم. چنان پیامبری بودند که میگد مثلی و مثل الانبیاء کمثل رجل بنى دارا فاتمها و اکملها. مثال من و مثال باقی مانده پیامبرهایی که پیش از من آمدند مثال یک مردی هست که یک خانه را میسازد. ساقی مسجد شما را بی خداوند یک مرحمت الهی است برای شما. این مسجد زیبا، برادرایی که در اینجا مالی و جانی خدمت کردند، خدا خانه های دنیا و آخرت چون آباد کند. چه بنده های خوبی خدا هم پول در جای میدارند که جو صرف کنند. این زیرکترین بنده های خدا هم یا خوشبخترین بنده های خدا هم. خداوند شما را خیر دنیا و آخرت دهد. میگه یک خانه زیبا میسازد، فاتمها و اکملها، همه آن چیزی که از نقاشی در کار بود کرد، الا موضع لبینه. پیامبر میگه مگر جای یک ریشت خالی هست. و جعل الناس يدخلونها و يتعجبون منها و يقولون لولا موضع لبینه. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم انا موضع اللبینه جئت فختمت الانبیاء. میگه مثال من و مثال همه پیغمبران مثال یک مردی است که یک خانه را میسازد، تیار میکند، تمام همش تمام، فقط یک جای ریش ماندگی و خلاص. مردم در راه تماشا میکند، میگه خیلی خانه زیبا و اگر همینجا یک ریش دیگر گذاشته شود زیبایی این خانه مکمل میشود. پیامبر گفتند دانید که منم انام گیشت، من هستم انام گیشت، جیت و فختمت الانبیاء، آمدم تا مکمل سازم جمیع پیغمبرها را. همون زیبایی من هستم. برای ما پیغمبری زیبا میگیم، ما برای ما پیغمبری نازنین، سرور پیغمبرها میگیم، زیرا خودش میگه انا سید و ولد آدم ولا فخر. من فخر به این نمیکنم، من فخر فروشی به این نمیکنم که من سردار فرزند آدم، لیکن ما فخر میکنیم که ما چنین سید داریم. ابن کثیر در تفسیرش میگه که خداوند خصوصیت های مخصوص بر محمد داده است که به هیچ پیغمبری نداده است. مثل که اولین قبری که در روز قیامت روی او گشاده میشد میگه قبر محمد است صلی الله علیه و سلم. اولین قبری را که پروردگار روی او را میگشاید این قبر محمد است میگه. دیگر خصوصیتی که بر محمد داده است میگه محمد بر محشرگاه میگه سواره میآید، هم اگر پیاده بیاید محمد صلی الله علیه و سلم میگه به محشرگاه سواره میآید. اولین حسابی که خداوند بر بالای بندگانش میکرده است این امت محمد صلی الله علیه و سلم بوده است. میگه خصوصیت دیگری که محمد دارد، اولین نفری که بر جنت میرود این محمد است، در دنبالش امتای اوست. این خصوصیت ها را الله مهربان خاص بر محمد داده است. اولین پیغمبر هست میگه که در جهتی طرف طول از صراط میستد، امتش از طرف دیگر برای هر کدام او دعای الهیده میکند تا این امت از صراط نافتد. میگن این خصوصیت پروردگار برای این امت داده است.
در روز قیامت میگوید الله مهربان 120 صف تمامی از اول تا به آخر مردم جمع میکنند. 120 صف میشود. حبیب خدا گفت 80 من هذه من امتی، 80 صف همین جمعیت 120 صف همش امتی من است. 80 صف. این میگه خصوصیت هایی است که پروردگار میگه بر محمد صلی الله علیه و سلم است. چگونه ما افتخار رو داشته باشیم برادر عزیز، چگونه شکرگزار و سوی پروردگار بوده باشیم که ما چنین پیغمبر زیبا و نازنین امت هستیم، امت دوستدار هستیم. حتی خودش میگه تو بالی من رعانی و آمن بی مرتن و تو بالی من لم یرنی و آمن بی 7 مرات. آن کسانی که مرا دیدند و ایمان آوردند به آنها رحمت خدا باد، ولی آن کسانی که مرا نادیده ایمان آوردند 7 رحمت خدا به آنها باد. این اشاره به سوی ما امتاشه که ما حبیب خدا را ندیده ایمان آوردیم برادر عزیز. ما فقط خصلت‌های او را خواندیم، ما از حدیث‌های او آگاه شدیم که این بنده خدا چی خوشبخت‌ترین بنده خدا است. از این جهت ما به این پیغمبرمون هم فخر داریم، هم برادرای عزیز شکرگزاریم. بزار که یکی از محدثین است در کتابش روایت میکند، حتی همین البانی حدیث همین بزار روایت کردگی را صحیح میگه. حدیث از عایشه مادرمون میگه لما رأیت طیب نفس، هرگاهی که میگه نگاه کردم که پیغمبر وقتش خوشه، نگاه کردم بسیار وقتش چاپه خوشه، فقلت یا رسول الله، میگه نه از شما گفتم ای حبیب خدا ادعو الله لی، میخوام که در حق دعا کنی. حبیب خدا دیگر اسم بیس نکرد بگو و اللهم اغفر لعایشه ما تقدم من ذنبها و ما تأخر و ما اسرت و ما اعلنت. خدایا گفت این عایشه که خوبترین زن منه، این عایشه که خدمتگارترین زن منه، این عایشه که همیشه دل بردارنده منه، این عایشه که خدا آنچنان برای این توفیق، آنچنان برای این آدم ایمان کامل داده است که شبها شب زنده داره و همیشه در خدمت من قائم است و از من میخواهد که من در حقش دعا کنم پروردگارا هر خطا و کمبودی که از عایشه اگر سر زند با فضل و کرمت مغفرتش کن. خدایا هر کمبود و اشتباهی را که خواه آشکار کرد خواه پنهانی کرد الله در نزد تو معلوم است مغفرت کن. میگه فضحکت عایشه حتی سقطت رأسها فی حجرها من الضحك. میگه حضرت عایشه را میگه همین خنده میگه فراش گرفت، هیجان دامن. برادرای عزیز آخه پیغمبر خدا در حق دعا کن هیجان نمیاد. حضرت عثمان وقتی لنگ گوسفند در روان کرد به خانه پیغمبر، خاندانی که گویم از همه این چیزها اونها پیاده بودند، حضرت عایشه به خاطر حضرت عثمان به خاطر دعا گرفتن وقتی روان کرد، میگه حالت در روان کرد عثمان که به نهایت خاندان علی فاطمه پیغمبر مون گرسنگی فرا گرفتگی بود. وقتی یک بار دیدن این گوشت زیبای پخته را، میگه وقتی با لذت خوردن و بعد گفتن این از خانه کیست؟ گفتن این را عثمان را کرد. میگه دست برداشت گفت پروردگارا بنده تو از تو خواهش میکند که عثمان اهل جنت کن. خدایا او را داخل جنت. وقتی عثمان در رسانیدن پیغمبر در حق دعا کرد، میگه همون ساعت خوابگاه حضرت عثمان گریه کردن، پیغمبر خدا در حق من دعا کرد. او بنده های خدا حقیقتا بنده هایی که خدا بودن و که پیغمبر دیدن دعاش گرفتن برادر این سعادت نیست. حتی پیغمبر خدا میگه کسی که اگر با
عایشه میگه خرسند شدن، خنده کردن، آمدن میگه آنچنان خنده کرد میگه که حتی آمد میگه همین که از خنده زیاده میگه افتید و میگه سرش در بغل پیغمبر خدا زد. میگه به طرف عایشه گشت و گفت ایسر که دعایی، گفت عایشه گفت دعای من تو را خرسند کرد؟ قال نعم، گفت بله پیغمبر خدا، دیگر چی چیز مرا خرسند میکند؟ همین دعای تو مرا خرسند کرد. بعدا میگه پیغمبر خدا به طرف عایشه گشت و گفت والله انها لدعوتی لامتی فی کل صلات. عایشه گفت آگاه باش که همین دعایی که من در حق تو کردم که خدا تو را مغفرت کند، خدا ایسر کمبودها و اشتباه تو بگذارد، این دعا را گفت من در هر یک نماز در حق امتم میکنم، برای تمام امتم این دعام هست. برادران عزیز و گرامی، این از اون خصوصیت های هست که ما باید در عوض این، در بدل این جانمون برای محمد صلی الله علیه وسلم ما باید دوست داریم. برادران عزیز و گرامی، دوست داشتن او برای هر کدام ما مهم است. میگه زید ابن دنسر وقتی که میگه مردم از مکه هجرت کردن مدینه، میگه زید وقتی داشتن ابو سفیان، بعد میگن آوردو مورد عذاب قرار شد، گفتن که الحال گفتن عذاب میکشید، بعد عذاب کشته میشوید. بعدا میگن ابو سفیان پیشش آمد که خیلی درمند زید، گفت زید دوست میداری این که در جای تو محمد باشد و تو سر محمد از تن جدا کنی و با وقتی خوش پیش زن و فرزند روی؟ ابو سفیان فکر کرد که زید میگه بله. گفته ابو سفیان قسم به بزرگی خدا گفت هیچ وقت دوست نمیدارم و قبول نمیکنم که در پای محمد خار رفتم. من یک جان دارم، 100 جان داشته باشم، نوبت به نوبت همه او را از بین برینم، ولی من هیچ وقت خستگی و مشکلات و زحمت بالای محمد نمیخوام. برادران عزیز، این صحابه های بودند، این همون مسلمان های بودند که حقیقتا بر محمد صلی الله علیه وسلم چی جان فدا بودند، دوستدارش بودند، زیرا دانستند که آخر آمدن همین محمد بود که اونها را از جهنم خلاص کرد و الا همه اونها سگ از سگهای جهنم میشدند. حضرت مولوی چی میگه؟ شکست احمد در اینجا 100 بود و سنگ، گرفت میدان ز خون منکران رنگ، که تا اومد موحد شد خداگو، این زی بتخانه به مسجد کردند. ما بتخانه داشتیم، ما وقت مانید معبود داشتیم، یک سنگ بلندی را میتراشتیم به دست خودمان، از وی کمک طلب میکردیم. از زمانی که این حبیب خدا آمد همه اینها از بین رفت و ما خالق شناختیم و ما مسجد ساختیم، ما مسجد دانستیم چیست. همه این طفیل محمد صلی الله علیه و سلم بود. برای این برادران عزیز و گرامی، در آخر از همه شما خواهانی هم هستیم که شما هم برادر خداوند این یک لطف کرده است که شما محبت کردین و در این ماه مولود پیغمبر خدا چون یک محفلی را آراسته کردین و هر کدامت امکانیت داشته باشین بین خداتان. خب حتی بسیاری من یک کیسه را حکایت کنم، بعد صحبت من در سرخراشخانه بودم، برادرای را چند باشید میگم برای که حقیقتا یک چیزی علم آوره. در اونجا نگاه کردم 2-3 بچه‌های خیلی زیبای جوان وارد سرخراشخانه شدند. بسیار بچه‌های به اخلاص سلام کردیم، گفتم کجا میخوانیم؟ گفتن جزیره میخوانیم. بعدا من یک گفتم سوال کنم تو اجازه داره؟ گفت اجازه. من گفتم نیوتن هم میشناسید؟ هم میشناسید. ما ملتش چیه؟ درام گفتم مندلیو چی؟ جواب دادم. کشفیاتی که نیوتن کرده است جواب گفتن. برادرای عزیز، خب سوالهایی هست که اکثر مردم اینها را نمیدانند. همین بچه ها به همینا جواب خوب دادن. بعدا مقصد من این نبود. بعد اخیر پرسیدم، گفتم همین پیغمبر من پدرش چی نام داشت؟ تمام دهنو باز کشید. ببینید پیغمبر خدا چند فرزند داشت؟ نمیدانم. برادرای عزیز، همین جای
تأسف نیست. نیوتن با من چی؟ مندلیوش با من چی؟ من طرفدار بچه هایی که علم دنیا را خوب دارم. من طرفدارم، زیرا من خودم اعواجی مبتلاییم. من دوست می‌دارم بچه های دانشمند دوست می‌دارم. من هیچ وقت طرفدار این نیستم که بچه های ما نادان و جاهل باشند، ولی دانستن محمد این اولین درجه است. بچه های ما اگر هر متخصصی باشد خداوند برکتشون کرد، لیکن پایبند نماز بودن اولین درجه است. اکثر یازی خانه ما نمیدونن که همین ماه مولود نمیدونن. سالی نو که باور کنید یگان ربط به دین ما ندارد، خورد و کلان ما برای آمادگی میگیریم، تیاری میبینیم. همه آگاه سالی نو کرد میشود. یکی سال تولد پیغمبر مونه در خانه حتی فرزندان مونه نمیگیم که بچه می خانم می همین ماه مولود پیغمبر هست. در همین ماه پیغمبر همون نازنین تولد شده، همون شفاعت کرده کلی امت در روز قیامت. اینها را باید برادرای عزیز ماها باید با فرزندان مشرف کنیم. خداوند همه شما را بازم خیر دنیا و آخرت یابد. آن چیزی که گفتیم اندکم که باشد، الله همه شما را توفیق پایبند شدن با سنت های پیغمبر خدا را نصیب گرداند. الله همه درد و غم شما را دور گرداند و هر کدام شما مقصودهای نیکی که در قلب‌هاتون دارید الله با فضل و کرمش حاصل کند. و شاید چیزهایی داشته باشین که بجز خدا کسی را گفته نتوانید، الله اونهاشم از شما حاصل گرداند. حاجتمند باشین، هر حاجتی داشته باشین الله حاجتاتون حاصل گرداند. و خدای مهربان همه ما و شما را زیر همون لوا، زیر همون بیرقی که کلانترین بیرقی که در روز قیامت در دست محمد صلی الله علیه و سلم است و اون لوای شفاعت است، خدا همه ما و شما را در زیر او جمع گرداند. خدا همه مردهای ما را پیغمبر صفت کند. خدا همه زنهای ما را خدای صفت کند. خدایا این ثروتمندهای ما را، پولدارای ما را، همون فهمیش و اندیشه که خدایجه داشت که تمام مالش برای خیر دین، برای رواج دین صرف میکرد، الله مهربان به اینها هم شجاعت و همون اندیشه های نیک نصیب گرداند. خدای فردا خانه قبر میریم، ولی به گمان همینه که ما توشه خانه قبر نداریم. الله مهربان برای ما توفیق ده تا ما جمع آوری توشه ای خانه قبر کنیم و بعدا با یک عزت و با یک خیر وارد خانه قبر شدیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و روزی ما همه مردم اینجا شما را خیر مقدم گفتن. دعا گوییم که قدمتان در این مسجد خیر مبارک باشد. الهی دوستهایتان زور و دشمنانتان کور، زبانتان برها و بیرقی ایمان و اسلام هیچ وقت دستتان نرفتند. از شما یک چیز رو پرسیدنیم، ترکه چیست؟ بعد گذشتن پدر فرزندان چگونه مال میراثی رو تقسیم میکنند؟ آیا دخترها نیز به میراث حق دارند یا نه؟ التماس در این باره اندکی صحبت میکردیم، خیلی خصوصا میشدیم، چون که اکثریت اینجا نشستگان در این باره چیزی نمیدانند. برای فرزندان این جمع آمد که در مسافرت میباشند یا دعای خیر کنید. خدا همه برادران مسافر ما را خواه از دهه شما باشند، خواه از دهه شما باشند، هر جا که باشند الله مهربان رزقهای فراغ، رزقهای حلال و از همه ضررهای زمینی و آسمانی الله نگهشان داره با صحت و سلامت و خاندانشان الله مهربان رسانه. آمین یا رب العالمین. اکنون درباره طریقه من معلومات زیاده میگم، لیکن این قدر میگم که طریقه برادر عزیز فرض است. اگر شما با شرطی که طریقه را انجام نداده شما ترک فرض خدا کرده. وقتی پدرتان میگذرد جدا طریقه، وقتی مادرتان میگذرد جدا طریقه.
مالی مادرم تریکه میشه، مالی پدرم تریکه میشه. در ما مردم ای پدرم میکنن ای مادرم میکنن. مادری مالدارم باشد باید حقش تقسیم شد. پدری مالدارم باشد شریعت برای فرزندای بچه ها 2 حق، برای دخترها 1 حق جدا کردگی. هر کدام اینا باید حقهاشون گیرن. کدامش که اگر حقش میبخشه و حقی او، ولی باید که این تقسیمات شود. اگر به شرط تقسیمات نشد در همون اسباب انجامی که ای پدر باقی مانده است حساب کنید که در اون خوردن و نوشیدن و استعمال او مثل مال بیگانه شما گناهکار میشید. در ما مردم طریقه همین چیزی که مهمه دویم درجهش کردن، چیزی که مهم نیست دوره همه در گردش حرکت دادن، ولی طریقه که مهمه اینا میکنن. و خودی غسال مردشوی، خودی کفن نکردگی ها، مردکن ها، همه اینا حق دارن. حق همه ای از همه مرده گرفته میشه. بعد از آن باقی مانده مالی او را فرزنداش چی؟ باید طریقه کنید. اگر نکرده برادر ترک فرض خدا بکنید، شما در پیش خدا گناهکار میشید. حتمی برادر این مهم و ضروره، بسیار مهمه. باز میگویم و اینجا یک سوال دیگر آمده است. سلام بابای حاجی، آرزومندم با تشریف کنون برای شما و دهه ما خوشبختی و فیض و برکت زیاد دارد. بابای حاجی التماس جواب بدهید. خواهر اسلامی شما و خیلی جوان چند سال هست که از عائله‌ام جدا شدم. بابا جان قریب همه شب در خوابم خوابهای افلاس و حرام و تا صبح در عیش و عشرت شهوانی هستند. خیلی خسته میشم در تاثیر این خوابها. در روزه و نماز و قرائت قرآن بر من ضرری ندارد. زیاد میخواهم در طاعت و عبادت باشم. بابا جان شما را عالمی با تقوا و دوست داشته بشناسم. در حق من، عائله ما و یک پسر من دعا دیگه، چون قاری شما قاری شمشاد اسلامی گردد و مرد بار اسلام باشد. خوش آمده گفتن. از خدای مهربان خواهان باشیم که الله مهربان این آرزویی را که این مادر برای فرزندش کرده است الله موفق کنه، نظرش کنه فرزندش قاری قرآن کنه و حافظ قرآن کنه، مثل برادرای ما قاری شمشاد در امر دین همسال این برادرای قاری که از زیبایی محبوبای ما و معرکای ما هستند. الله از جمله اینها گردانه و الله همه فرزندای ما بردارنده قرآن و دوستدار قرآن راه قرآن راهشان گردانه. آمین یا رب العالمین. و دیگر این که اکنون این خوابه ها هم از 2 جهت است. یک جهتی که خلاف سنت خواب میکنیم، دیگر این که به شوهری هم ممکن است. اگر خیلی جوان باشد و بیوه باشد خیلی افسوس است که زیرا مردم ما کمتر مردمی دیگر خیلی شده. اصلا سنت همینه که باید برای یک بیوهی که در محله ما هست باید برای او شوهر یافتن درکار، برای او شوهر یافته و شوهر یا یک مردی که مثلا مجرد وقتی زنش می شود باید او را زن دادن در کار. زیرا که این شهوت برادر عزیز، این خواهی نخواهی و این کار بد دست میزنی. زیرا امروز اینقدر با وسیله هایی که برای بیدار کردن جوانای ما وجود دارد، ای خدای مهربان یا خیلی با غیرت داده است و الهی هر جایی را که اگر میکشایی تماشا میکنی همه افلاسی و پلیدی و دعوت به شهوت حرامی. خدا پرده کننده. برای حتی بچه ها مرا نقل کردن در مسکو گفتن بچه های تاجیک هم میبینه میگن مخصوص کتابچه ها ریکلام ها تقسیم میکنن جایی که میگن میره همین موزه یک خیلی خانه کلام کردگی فقط در همون داخل میگن صنعی از همین هر نوع ریزی میگن مردینگی و مثال زنانه را تیار کردگی طرزهای رسیدن در همون درون میگه یک در آمدنش یک ساعتش 3000 روسیه هزارها آدم میگه نوبت ده. همه همینا سبب میشن که
این بنده های خدا را از راه بیرون کردن همه راه شد. برای این خواهر ما را اکنون سعی کند کوشش کند که پر یکان شوهر صالح شود و شبها که خواب کرد باید پای به طهارت خواب کند. پیش ای خواب کردن خواهر عزیز قرآن خوان باشی، آیت الکرسی بخوان، سوره اخلاص بخوان، معوذتین بخوان. خب اینها را سه‌باری بخوان، در دستات دم کن، در تمام بدنت بمال. بعدا با طرف راست دست همین راست در زیر همین رخسارت بگذارو، بگو بسمک اللهم اموت و احیا. خدایا به نام تو میمیرم و به نام تو زنده میشوم. گفته خواب کن، انشاءالله هیچ خواب افلاس دیگه در بالای تو نمیره. هیچ وقت شیطان دیگه به طرف تو نزدیک شدن نمیکنه. این همین قاعده ها همینه. اینش چیه؟ خواهش میکنم که در حق دختری من دعا کنید که خداوند مثلا دختر خیلی خدا ترس و خدا شیماش کنه. خدای مهربان همه خواهرای ما و الخصوص خواهری که پدرش طلب کردن، برادرش طلب کردن، خدا خواهرای ما و خواهرای پاک دامن کنه، خواهرای ما و خواهرای با عفت گردانه. خدای مهربان همین نام زیبایی که آچه میگیم یا اچه میگیم یا مادر میگیم، خدای همین مادرای ما خواهرای ما را سزاوار بگردان. خدای مهربان همه خواهرای ما را پایبند اطاعت و عبادت بگردان. خدای خواهرای باشند که نه تنها 5 وقت نماز بلکه نماز شب داشته باشند. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. آمین. خدای خداوند همه تبا نگهدار و با همین روشنیت ما بکنیم بریم. خدای مهربان همه بیماری هایی که خود در این جمعیت هست، خود در خاندان هاتون هست، خود در بیمارخانه هستند، خدا همه گیرد و حرمت و منزل من القرآن ما هو شفای کامل و شفای عاجل. صلی و سلم و زد و بارک علی رسول الله لبم
بشنو نوای قرآن جانم